سلام سلام، من اومدم با یه آموزش میانبرده رژیمی دیگه بریم با هم درستش کنیم. احتیاج داریم به موز. من چون که خواستم برای خودم فقط درست کنم با یه دونه موز درست کردم. موز رو خیلی خوب له میکنید که به این صورت بشه و بعد بهش پودر نارگیل اضافه میکنید. هر چقدر که دوست دارید بافت اون میانبردتون سفت یا حالا یه کمی کمتر از مثلا زیاد سفت نباشه میتونید بهش پودر نارگیل رو اضافه کنید و پودر کاکائو. خیلی موادش در دسترسه، خیلی هم زود آماده میشه، حتما درستش کنید. اینا رو خیلی خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم و آخرین چیزی که احتیاج داریم شکلات تلخه میذارم که روی دمه کتری خیلی خوب بنماری بشه. این توپک ها رو باید بندازیم توی اون شکلات تلخمون به این صورت. حالا بچه اگر شما از قبل این توپک ها رو یه 10 دقیقه بذار توی فریزر، بعد این شکلات رو بندازید تو شکلات، سریع یخ میبنده، خیلی هم خوشمزه است. این از این، خیلی خوشمزه شد، درست کنید نوش جان.